کرمای تیوپی که دیگه تمام میشه میخوای بندازیش بیرون، این کارو نکن، چون 3 تا 4 بار دیگه میتونی ازش از همین ترفندی که برات توی ویدیو گفتم استفاده کنی. از اونجایی که این ویدیو رو من برای اینستاگرام ضبط کردم، الان این حرکاتی که میبینید روی آهنگه و چون اینجا کپی رایت میخوره من مجبور شدم صدا رو قطع کنم و صدای خودم رو ضبط کنم. کرمایی که تمام میشه کلا و اصلا خالی خالی میشه، شما میتونید از یه قیچی استفاده کنید و همینطور که تو تصویر میبینید برش بزنید تیوب کرمتون رو و در کرم رو باز بکنید. از همین قسمتی که بهتون نشون میدم داخل تیوب و به سمت پایین فشار بدید، ببینید هنوز یه عالم کرم داخلش هست. اگه خوشت اومد بفرست بره. خداحافظ.